سلام و وقت بخیر داریم خدمت شما بینندای عزیز کانال هراتبورگ. برنامه شام غریبان در خدمت شما نیم. بازم تشکری میکنیم از برادر ما که واقعا زحمت کشیدم، واقعا مردم هرات درک کردم که نخواستم که اسم اینا رو ببریم، منتها سر اسم اینا به نون از کشور آلمان به مبلغ 50,000 افغانی پول نقد روان کردم که ما انشاءالله میریم اینا مواد غذایی میگیریم به 5 فامیل، به 10 فامیل اینا رو به 10 فامیل تقسیم میکنیم که این برادر گل ما گفتم که اینا پول زکاته. خداوند اینا رو خیر بده. تشکری میکنیم از اینا 1000 بار، چی که 10,000 بار از اینا تشکری میکنیم. خداوند اینا رو 1000 سال عمر بده. از شما خواهشمندیم بینندای نازنین به مثل می برادر، به مثل می همشیرایی که به می کار کمک میکنم، شما کمک کنید که خدای پاک به شما با حضرت و آخرت مزد بده. خیر ببینیم. تشکر از شما خواهشمندیم که تا آخر ویدیو همراه ما باشیم. 10 فامیل بخیر باشیم. بازم سلام داریم بینندای عزیز. تشکری میکنیم از این برادر ما که کشور آلمان به 10 فامیل کمک کردن که ما 16 قلم مواد خوراکی خریدیم. یک مادر در کنار ما هستن که دل شما خون میشه باور کنیم. زندگی از اینا میبینیم. 4 نفر هم میگه ما خرج خوریم. مادر جان یک برادر که سر اسم اینا به نونه نخواستم نام خود بگم، انا همین مبلغ 5,000 افغانی میشه که به شما کمک کردم مواد خوراکی خرید. خیلی هم خیر ببینم، دست اینا درد نکنه، خانه اینا آباد. از اینا خیلی هم تشکری میکنم که در باعث مریضم روی بستر پرتوم که به خدا پول یک نقطه دوا ندارم. خیلی هم خواهشمندم که به من کمک دادم. خیلی هم خیلی هم دست اینا به قلب خونه خدا بخوره. هیچی دیگه توانا نیه دیگه، از توانا برفتم دیگه. تشکر. خیلی هم خیر ببینیم. خیلی هم تشکری. سلامت باشیم. بینندای عزیز همراه ما باشیم. با ما به 10 فامیل میریم که ای برادر کمک کردم از کشور آلمان پول زکات بوده. همراه ما باشیم. خب بازم خوش آمدید میگم بینندای عزیز. آمدیم به یک خانه، یک سیاسر که اینا مدت چند سال میشه پیر به 4 دست دادم. مادر جان صحت شما خوبه؟ شما خوبه؟ سلامت باشیم. چی مدتی میشه این طفلکا شما یتیم شدن؟ 3 سال و 1 ماه میشه. بسیار خوب. چند نفر خرج خوریم؟ 6 نفر، 1 پسر دارم 4 تا دختر. خب دستیاره هم داریم؟ بله. دستیاره که نه بچه کلم دیگه بفروش 12-13 سالیه. 12-13 سال شاگرده؟ بله یا شاگرده با بفروش. خب خرج زندگی خود کجا میاری؟ های بچه دیگه می هفتگی خو میستونه میاره که میشه که میشم به سلمونم تا کمک میکنم بریم. بسیار خوب. یک برادری که سر اسم اینا به نون همین کار برای شما
کمک کردم به 10 فامیل. آدمای خیر شما بیننده هم همشیرا هم برادرها، چی توقعی داریم از اینا؟ خیر بینه، خدا خیرات نقبول کنه، خدا بزنا مزده و خیرات آزیرت بده. همی یاد همی غریبا میکنن، یتیما میکنن. خیر بینه، خدا اون عمر بده، خدا صد مقصد بزنا بده. سلامت باشین خوار جان. خیرات نقبول کنه. سلامت باشین. خیرات میکمک نیاز داریم دیگه. خیر بینه شما که زنده باشین. تشکر از شما. همین کار پول زکات بده به 10 فامیل 50,000 افغانی به مسلمانا کمک کردن. خیر بینه، خدا قبول کنه. زنده باشین. تشکری میکنیم از این برادر که کشور آلمان به مبلغ 50,000 پول نقد پول زکات بده روان کردم که طوری که پیشتر گفتم به 10 فامیل ما جنس خریدیم آوردیم به این مسکینا که واقعا اینا ناتوانم. باور کنیم بینندای عزیز تمام فرشا از اینا همه نم زده پوده شده خراب شده از اوری که این خونه نمنکی داره. بازم تشکری میکنیم از حاجی وکیل صاحب که همیت شخصا معرفی میکنم معلومات دارم. مادر جان یک برادری که نخواستم نام خود بگم انا همین کار پول زکات برای شما کمک کردم. چی خواهشی داریم چی توقعی داریم از شخصایی که شما میبینم به حق شما مسکینا چی کار کنم؟ خیر بینم، سلام به همه مسلمانایی که کمک میکنم. خیر بینم، دست ندرد نکنم، کمک بکنم، کمک های نمیده ادامه ده. زی برکت مای مبارک رمضان خدا اینا خیر بده. خیر بینم، تشکر از اونو. خدا به اینا موز بده که میته کمک میکنم همین غریبا و مسلماندا. تشکر. خیر بینه. تشکر از شما. بینندای نازنین، بازم ما شما خواهشمندم هر برادری که به مثل این برادری که پول زکات رای کردم سر اسم اینا به نونه، ما شما خواهشمندم که دست از این مسکینا رو بگیرین که الله پاک دست شما رو بگیره. خداوند شما رو خیر بده. برنامه ادامه داره، همراه ما باشید. بینندای نازنین بازم سلام دارم به خدمت شما. آمدیم به داخل یک خانه که یک برادر به می جوانی نابینا هستم و از زبان خود از اینا میپرسین که چند نفر خشخولم واقعا ناتوانم واقعا نیازمندم. لالا جان مونده نباشین. سلامت باشیم. خوب هستیم برادرم؟ الحمدلله. شما خوبه؟ زنده باشین. سلامت باشین. گپ بزنیم که چند نفر خرج کنیم شما؟ مال خدا 8 نفریم برو. 8 نفر؟ بله. خب دستیاره هم دارین؟ بله، یک بچه دارم کلانتر تقریبا سن 12. نصف روز مکتب میره نصف روز هم شاگرد. برج چند نمیدم بریم؟ 2000 افغانی میده. خب این خرج زندگی چی کار میکنه؟ الله روزی دهنده دیگه. بر طریق باشه الله میرسونه. این چشما شما چی رقم بده که حافظ شدیم؟ چشما تقریبا 6 سال میشه نابینا شده. پشت پرده خون جمع کرده دیده گم کرده. با بار سنگین پشت کرده. من نوناور خانه بودم. 6 سال میشه ناتوان شدم من خانه. چه کار میکردن که مشکلی سر شد؟ همین بار سنگین برداشتیم پشت گردن همین که اعمال بدیم. بله. بسیار خوب. یک برادر خدا واسه من کار برای شما کمک کردن پول زکات. از برادرای خیر خصوصا همشیرا برادرها چی خواهشی دارین که حق شما چیکار کنن؟ خیر بینه، دستشو درد نکنه، الله مزخرت به الله قبول کنه. من به در حق از اینا دعا میکنم. از دست من هیچ چاره نیه. فقط تنین بچه‌م دست من داره 5 وقت نماز به جماعت میرم میام در حق هر مسلمان ده. همه مسلمان دعا میکنم. دیگه خیر بینه، خدا هم مزخرت و نور بده. همین کمک که به ما کرده الله دستگیر آخرت کنه. تشکر از شما. بینندای عزیز همراه ما باشیم، برنامه ما ادامه داره. بازم سلام دارم به خدمت شما بینندای عزیز. آمدیم به یک خانه دیگه که باور کنیم از زور که این خانه تاریک بود ما نتونستیم داخل خانه بریم. در کنار یک مادری هستیم که اینا یک فرزند از اینا چند وقت پیش شهید شده. میشه 7 سال.
سلام برادر عزیز، خیر ببینین. تشکر از طرف شما، هر کسی که کمک میکنه کتیما تفلکای یتیم دارم اینمی کمک کتیما کردین، خیلی خوش شدیم. خیر ببینین، تشکر. 3000 کرای خانه میتیم، اینمی خانه تنگ تاریک دیگه گذران میکنیم، پرده ما را میکنیم، خودم هم در مکتب کار میکنم. راست میگین. خدای پاک شما مادر جان تشکر زنده باشه که شما دوستکا یک جای. اینمی تفلکای یتیم از دیگه این 7 سال میشه بچه یک ما شهید شده دیگه، که کمک از خداوند پاک ماییم، شما هم یک واسطه هستین. خیر ببینید. تشکر. تشکری میکنیم از این برادر که سر اسم نونه همین مبلغ برای از این مسکینا کمک کردن. واقعا اینا ناتوانم، نیازمندم. بینندای عزیز، هر کار کردین که ما به داخل خونه بریم نشد، از اون تحریک قابل شیشتن خونانیه. انا مادر جان خدا واسه تشکر. 15 16 قلم جنس مینا کار تسلیم تشکر. انگار دستتان سر امی یتیما کشیدین. خیر ببینین. اینا طرف دیگه کاسه. و هم خیر ببینن، شما هم خیر ببینین. هر انسان که به یتیم کمک میکنه پروردگار عالم او را شفایت بده از این دنیا و این دنیا. تشکر. آمدیم بازم به خانه یک بیوزان مادری که واقعا اینا نیازمند به کمک هم. همین برادر که سر اسم به نون بود که به 10 فامیل کمک کردم. ما روغن و برنج و نخود و لوبی و مکرونی، نمک، چای، 2 رقم، روب، ریکا، شامپو، پودر، بالاخره همه شیمه گرفتیم و آوردیم خدمت از اینا. مادر جان اینا یک برادر از کشور آلمان پول زکات بده به شما روان کردم. خیر ببینه خانه شاباد، من بیوزن هستم، هیچ چیز ندارم دور از بدون از خدای پاک، هیچ چیز ندارم، هیچ کس ندارم. فهمیدی؟ همین که داده کمک کرده خانه شاباد، خدای پاک خیلتر زیادتر بده، زنده باشه. خیر ببینه، خدا شما رو عمر بده که زحمت میکشی، خانه به خانه میگردی به زبان روزدار. خدای پاک دستگیر آخرت شما هم کنه. الله سلامت باشین. سلامت باشین مادر من. خدا حافظ شما. سلامت. خیر ببینید. زنده باشین. بیننده‌های عزیز، برنامه ما ادامه داره، همراه ما باشید. بیننده‌های نازنین، باز هم آمدین در کنار یک پدر موسفید که اینکا از اردو پا خو مشکل دارن. پاکا شما چیکار شده کاکا؟ پای ما ریزگی بور شده، فلج شده. اردو پا کاکا فلج شده که آسا میزنم. یک پاشمون اردو پا؟ نه اردوش است. اردو پا که اینا فلج شده. خب کاکا جان، این کار یک برادر زکات به 10 فامیل کمک کردن برای شما. شما چی خواهش داریم مردمی که شما فعلا میبینم؟ فعلا میبینی کمی میگه پیسه کمک کنه، یک چند پسر دارم لوج است. راست میگیم. تفلکا شما لیست کم؟ راست میگیم. کاکا جان خدا واسه من کار انید برای شما روغن و برنج و نخود و لوبی و مکرونی، نمک، شامپو، ریکا، چای، قرود، دگه همه چیز دادم. خدا قبول کنه. باور کنید بیننده‌های عزیز، به داخل از این خونه رفتن نمیشه. از زور تاریک، از زور جای نیست. تاریک است، چیزی نداره. چیزی ندارم. اینجا 3-4 تا کمپاله بگرفتم برو هم کردم، اینجا بنداختم به زیر پا. کاکا جان تشکر از شما. شما هم تشکر. تشکر. خدا واسه در من. خدا شما. خدا باشین. سلامت باشین. بیننده‌های نازنین، آمدم به داخل یک خانه که تفلکایی که میبینیم اینا غلطیده هم، اینا معیوبم. این برادری که به کنار منن اینا حساب ندارم. پدر از اینا فکر کنم که معتاد شده بیدام، بالاخره خونه ترک کردم. چی مدت میشه؟ یعنی 3-4 سال میشه که به خونه نماده. این طفلام هم به فلجن که خود شما میبینی، یعنی اقتصاد زندگی ما میبینی. خونه ما هم کرایه نشینیم، اوج 3000 کرایه میدیم دیگه. خود من کارگرم خونه های و میرم مثلا کار میکنم، تا مریضا پرته بیدو صبح میرم شو میام بخیر خونه ها مردم کار میکنم. اینا رو جامعه نشون ندادیم؟ اینا به دکتر چیزی که نشون ندادم، فقط همین سلیم سرخ بردم، ایت وسایلای برای از اینا بداده کار میکنیم. هنوز که بچه کمر مشکل داره ولی برا نمیفته که. اینا این که برای افتادم ایت راه میرم ولی مشکل دارم، پای اینا درد میکنه. این که از اعصاب خودی چی اصلا مشکل داره که اصلا 2 کیلومتر خودی از گپ زده نمیشه دیگه. این مشکلات زندگی داریم دیگه. خدای پاک شما را پریشونی نجات بده. یک برادر
به 10 فامیل پول زکات بدیم این کار خدا و واسه مادر جان. تشکر که در خونه ما غریبا هم در زدیم از این تجار پیشا خواهشمندی که به ما کمک کنم دست ما رو بگیرم. ما که خود شما میفهمید اقتصادات ضعیفه و حالا که وضع شرایطن خرابه. خیر بینی که در خونه ما غریبا در زدیم. خداوند به شما عمر بده، شما صاحب عمر کنون، موفق باشید. سلامت باشید. خب بینندای عزیز، بازم آمدن داخل یک خانه مسکین بیوزن، یک مادر چوچه پیشداره که واقعا پریشون هم. شما نگاه کنید زندگی، خونه های تاثرها اینا، بالاخره باور کنیم از زوری که تحریک و جا ششتن به خونه نیه که تحریک تصویر بگیریم. ما آوردیم داخل سرا. مادر جانم اینا را از برادر به 10 فامیل کمک کردم، زکات این کار به شما دادم. الله خیر بینین برای جو خداوند دستگیر آخرت شما کنه. خیر بینین، ما قبول کردیم. سلامت باشیم. تشکر از شما مادر جان. خیره باشه مادر جان، گریه نکنی. خیره باشه، خدا بزرگه مادر. بیشکی برای خیر همین که خدا وست همین مسلمان کمک کردم برای شما به 10 فامیل. خداوند اینا رو خیر بده. تشکری میکنیم از شما برای گلم. خداوند شما رو عزت بده که همین مسلمانان درک میکنیم. خب برنامه ما ادامه داره. بینندای عزیز همراه ما باشید. بینندای نازنین، تشکری میکنیم از این برادر که کشور آلمان طوری که پیشتر گفتم با مبلغ 50,000 پول نقد روان کردم که به 10 فامیل ما خوراکی با بستونیم. انشالله انا به خدمت از این مادر میسپاریم. خداوند شما رو خیر بده. لالا تشکر از لطف شما. خداوند شما رو 1000 سال عمر بده. بینندای نازنین، هر برادر هر همشیری که به این مسکینا کمک میکنه، این اگر پریشون نباشم برای ما زنگ نمیزنم، ما رو اول نمیدم، به جلو و دوربین نمیایم، خود شما میفهمیم. مادر جان چند نفر خرج خوریم؟ 5 نفر خرج خوریم. خب درآمد یار کینه؟ درآمد یک بچه دارم. بچه یک صبح که میرم دیاری کرایه میره به تای شهر روز 100 روپیه 50 روپیه کرایه سرا بده به خانم خارج کنم. من بیوزن میرم روز به سرا کار میکنم، خرج خور پیدا کنم. چند کرا میدین؟ برج 3000. با ویلا من تو پریشونه. سرا الگم مادر جان این دروازه داره؟ نه هیچی نداره. نمیدونم ما به ایرانی بدبختی برج 3000 هم کرایه او بر سرا میدیم. راست میگی. من تو پریشونم، تپشی مام زمینه بال پشی آسمان. باور کنیم شاید 8-9 رقم فرش باشه. بینندای عزیز مشاهده کنیم 8-9 رقم چوکا فرشه، چوکا موکت به داخل از این خونگاه کنه، پیکنیک نه، آشپزخونه نه، فکر کنه همین جگاه اونه معلومه. کمک کنه که الله پاک برای شما کمک کنه. بینندای نازنین، خب تشکر میکنیم بینندای عزیز از کسایی که کمک میکنم به برنامه شام غریبان. خداوند اینا رو عزت بده. از شما هم تشکری میکنیم که تا این لحظه ما رو تحمل کردیم. تا به فردا شب که باز کدوم مسکین نصیب و قسمت از او باشه چیزی، شما رو به الله پاک نازنین میسپریم. خدا حافظ و نگهدار شما.